شاعر میگه که شعر من با مدد ساز تو آواز داشت. کی بود باز که شور به جهان در فگنم. وقتی که مرا یا که ما را تنه میزنین، شما فقط گپ میزنین، شما فقط حرف میزنین، اگر که مدد تو میشد، یاری تو در ما میشد، ما امروز در دنیا شرمنده میکردیم اینو را، میفهمین؟ در دنیا. لیکن بدبختانه چونین نیست. چونین نیست. در برابری که دعوا میکنین، اقلا در بری ما میشدین، ما کاری میکردیم. نه جدا زان لب و دندان چی نوایی دارد. کو برای ما همون یک نیا بگیر، دور بک از لب و دندانت، بنوازش. مینوازی. حتما نیروی پف کردن لازم است اوجانی. حتما یک صدای لازم است که باید زور بزنه، تلا بکنه هوا را که او صدا بکنه و با چلیکات حتما باید بازی بکنی. نه جدا زان لب و دندان چی نوایی دارد. من زیبه هم نفسی ناله به دل میشکنم. کسی که میگه که تو گپ میزنی، بله، وقتی که نوای خطا نمیشنویم، مردم در بر نمیبینیم، پس من زیبه هم نفسی، وقتی که هیچ کس نیست که نفس بکنه، کسی نیست تو را بنوازه، صدا بلند بکنه، همین ناله دل ما، قلب ما، درد ما، غم ما، مصیبت ما، حالی مردم ما، عذاب، درد، شکنجه مردم، این همینجا در پیاده میکنیم. برای چی؟ برای که تنها میبینیم دیگر. میفهمین مردم؟ برای چی ما پس گپ میزدیم؟ برای که حالی هم تنها میبینیم خودمون. وگرنه ما چونین یک ملت ترسونچک به غیرت نبودیم. باور کنی ما باز هم در این ملت باور دارم، اما نمیدونم چی مشکلات های بالای سری ما هست. من بجز از الله از کسی نمیترسم. میگم او برادر عزیز که می رحمانه فیک یک خطاب بکن یک گم مشکل انا همین تنهایی است که این همینجا گپ میزنیم، درد دل مردم میگیم، مسئولیت انجام میدیم. ویلا زمانی که او مردم صدا بلند میکنه، او مردم از حق حقوق خودش دفاع میکنه، او مردم انتخابات ها را چون یک انتخابات های مردمی قبول میکنه، او مردم راهبران سالم و عاقل و زیبا و با عفت و با ناموس قبول میکنه، او مردم در منطقه میخواد زندگی کنه که عدالت و امنیت پیاده باشه، انا او حالت ما گپزنی را اوس میگذاریم، نقطه دیگر در حرکت میکنیم. لیکن تا زمانی که ملت، مردم، خصوصا مردها، خصوصا مهاجرت برای خودتون کسب میکنین، انا تاجیکستان آباده اینه که من در مهاجرتم. بچه تو دیوانه ای؟ تو چی اصلا؟ آباد باشه تو میبیای در یک ملک روسیه، صبح ساعت 5 در هوای سرد لرزیده، شام ساعت 8 بگه به یک عذاب از پلیس گرفته، از مترو گرفته، گاهی پول داری مترو داخل میشی، گاهی نداری با بالای مترو داخل میشی. آیا همین زندگی رو قبول میکنی و آزادی را نه؟ کسی که مریض است همین فکری تو دست. در دیگر حالت دوستان عزیز، مهاجرت این هنر و کسب و آبرو نیست که ما فخر میکنیم. ولی اگر مهاجرایی که امروز در کشورهای بهترین هم که باشه، باز هم کسب نیست، باز هم برای شما یک چیز نارسا است. مطمئن